اینم از باربری رحیمی افغان با مدیریت برادران رحیمی. اینم از نگهبان ما. اینم از بارا ما که دیشب خالی کردیم. گودام ما پر شده، جانیه. به مشتری ها، به همه مشتری ها اطلاع دادیم که بیاین آقا بارتون ببر، آفتاب خراب نکنه. ما که اطلاع دادیم برایشون گفتیم که آقا بارتون آفتاب میزنه خراب میکنه. ما که خدا را شکر مثل بقیه نیستیم که جا نداشته باشه، یعنی جا داریم. یعنی گودام به این بزرگی اما پر شده، دیگه چاره نیه که مجبور شدیم بار بیرون خالی کردیم. اینم از گودام دیگه. انشالله دیشب خالی کردیم، الان ساعت 6:30 صبح وقته. انشالله امروز همون مشتری میه باراشون میبره. انشالله این بارا 1-2 ساعت زیر آفتاب نمیمونه. الان آفتاب خیلی تاثیر نداره، اول صبح تا قبل از این همه بارا میره، هیچ مشکل نداره. باربری شرکت باربری رحیمی افغان در خدمت همشهریان عزیز. بهترین مکان، بهترین جا، زیر سایه.